اما نبرد شروع گردید براتف. گوشتینگیری توجیک مهدی باروتوف به دور نیمه‌نهایی چمپیونات جهان راه یافت. در شهر باکوی آذربایجان رقابت‌های روز دوم چمپیونات جهان اوید به گوشتینی یونانی رومی میان نورسان تا 17 ساله ادامه دارند. از میان نمایندگان تاجیکستان نتیجه بهترین را مهدی باروتوف در وزن 60 کیلوگرم نشان داد. او در دور 8 نهایی نماینده مصر محمد احمد را با حساب 12-4 شکست داده به دور چورک نهایی برآمد. در این مرحله باروتوف با نماینده ازبکستان صدرالدین تولقینبویف رقابت کرده با نشان دادن هنر و مهارت عالی توانست حریفش را ناکام سازد. در دور نیمه نهایی مهدی باروتوف با ورزشکار رومینیایی الکساندرو ایلی لونگو دست به گریبان شد. در این رقابت بسیار سخت ورزشکار تاجیک توانست با حساب 2-1 ظفر یافته به فینال چمپیونات جهان برآید. اکنون در سبقت نهایی مهدی با نماینده ایران سعید امیررضا نیمه دوم روز 29 ایول روبرو می شود.